كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس چهارم. الله تعالی دارای اسما و صفات است. لا يشبه شيئا من الأشياء من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه لم يزل ولا يزال بأسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة، وأما فعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل. هیچ چیز از مخلوقاتش به او شباهت ندارد و نه او به هیچ چیز از مخلوقاتش شبیه است. همیشه بود و ابداً با نامها و صفات ذاتی و فعلیش خواهد بود. صفات ذاتی مانند حیات، قدرت، علم، کلام، سمع، بصر و اراده. صفات فعلی مانند آفریدن، روزی دادن، انشاء یعنی پیدا کردن، ابداع، صنع و غیره. الله تعالی مشابه چیزی از مخلوقاتش نیست، یعنی مانند چیزی از مخلوقاتش نیست و چیزی از مخلوقات به الله تعالی مشابهت ندارد. الله تعالی واجب الوجود است، یعنی وجودیتش حتمی است و بی اول و بی آخر است و مخلوقاتش ممکن الوجود است، یعنی پیدا شدند و آخر دارند. بنابراین او تعالی به مخلوقاتش مانندی ندارد و نه مخلوقاتش به او، و همه ممکن الوجود احتیاج دارند به واجب الوجود، نه برعکس. همه مخلوقات احتیاج دارند به الله و الله به کسی یا چیز احتیاج ندارد. اگر کسی صفت بنده را به صفت خداوند مانند و مشابه داند، چنین شخص نزد علمای کرام کافر است. نعوذ بالله. این گونه شخص از فرقه مشابهه است و نه از اهل سنت و الجماعت، اگرچه صاحب تفسیر هم باشد، چون اهل معتزله و رافضیه. صفتهای الله تعالی لایق به ذات اوست. برای او یگان صفت موقتی نیست، بلکه همه صفتها و اسمهایش ازلی و ابدی اند، یعنی اول و آخر ندارند. او تعالی واجب الوجود است از همه جهت، چه از جهت اسمهایش و چه از جهت صفتهایش. یعنی الله تعالی اسمهایش و صفتهایش ازلی و ابدی اند، یعنی اول و آخر ندارند. همیشه بود و همیشه میماند با اسمهایش و صفاتهایش که ذاتی و فعلی هستند. خداوند تعالی با اسمها و صفاتهایش در ازل بی ابتدا بود و انتها ندارد، برخلاف مخلوقان. مقصد این است که او تعالی اسم ذات و اسم صفات دارد که اسم صفات دو نوع است. یکم اسم صفاتی ذاتی و دویم اسم صفاتی فعلی. اسمهای صفات نه ذات اویند و نه غیر ذات اویند، بلکه متعلق به اویند. مثلا الله گوییم این اسم ذات است و اگر علم، کلام، حیات گوییم اینها اسمهای صفاتند، و اگر خالق، رازق و مانند اینها گوییم اینها همه صفتهای فعلی اند. چنین است مذهب اهل سنت و الجماعت، برخلاف مذهب‌های فلسفه، معتزله و کرامتیه. اما اسمهای صفتهای ذاتی خداوند حیات، قدرت، علم، کلام، سمع یعنی شنوا، بصر یعنی بینا و اراده است. حیات صفت او تعالی بوده به معنای زنده بودن است. زنده بودن خداوند به مانند زنده بودن انسانها نیست، بلکه صفت ازلی خاص خداوند است. قدرت، الله تعالی به همه چیز قادر است و توانا و قدرت او صفت ازلی وی از ازل است. الله تعالی عالم را هست کرد، خلق را آفرید و به آنها حیات بخشید و قدرت و رزق داد. علم و دیگر صفت ذاتی او تعالی علم است و این صفت ازلی اوست. به همه موجودات عالم و دانا است.
از علم او یک ذره هم پنهان نمیماند، همه پیش او آشکار است. آیت های 14 سوره ملک و 59 و 60 سوره انعام، 23 سوره انفال و باز چندین آیت دیگر قرآن دلیل گفته های بالاست. همچنین ردیه است به عقیده رافضی ها و قدریه ها که می گویند خداوند پیش از خلق و ایجاد شیء را یعنی چیز را نمی دانست. نعوذ بالله. کلام دیگر صفت ذاتی او تعالی کلام است. کلام به معنای سخن کننده می آید و این سخنکنی است که صفت خاص او در ازل است. سخنکنی او تعالی چون سخنکنی بندگان با زبان و دهان و آواز نیست، بلکه طرز است لایق اوست. سر این مسئله بدتر خواهیم برگشت ان شاء الله. سمع و بصر هر دو هم صفت خداوند است به معنای شنیدن و دیدن. الله تعالی شنونده و بیننده همه چیز و همه کس است. این دو صفت ازلی آفریدگار است به ابتدا و به انتها، حتی که هیچ سیر مخفی برای او نیست و مورچه سیاه در شب تاریک بالای خاک سیاه روان از مد نظرش پنهان نیست. ادراک الله تعالی مثل ادراک ما بندگان ناقص نبوده بلکه تام و کامل است. دیدن و شنیدن او به طریق خیال یا وهم یا تأثیر حواس یا وصول هوا مثل انسان نیست. اراده نیز صفت ذاتی خداوند است. آن مثل مشیت یعنی خواهش صفت الله تعالی است. او اراده کننده است با اراده قدیمش آن چیزی را که بود و آن چیزی را که نبود. در دنیا و آخرت چیزی که باشد خرد یا کلان، کم یا بسیار، نیک یا بد، نفع یا ضرر، نجات یا خسران، زیاد یا کم، طاعت یا عصیان، شیرین یا تلخ، ایمان یا کفران، عرفان یا نکران و دیگر چیزی که باشد همه به اراده اوست بنابر تقاضای حکمتش. تقاضا و تقدیر خلقش از اوست. هر چی خواهد می شود و هر چی را نخواهد نمی شود. یگان رد کننده اراده پروردگار را رد کرده نمی تواند. مشغول طاعت شدن یا نشدن، از معصیت دور شدن یا دور نشدن همه اراده اوست. اگر جمیع خلق جمع شوند تا حرکت دهند یک ذره عالم را و یا بازدارند آن را، اگر اراده الله تعالی نباشد به مقصد نرسند و مانند این. و اما صفات فعلیه او تعالی خلق کردن و رزق دادن و ایجاد کردن و اختراع کردن و اظهار صنع در مصنوعات نمودن و بجز این بسیار هست صفات فعلی آن ذات پاک. چنانچه گفتیم صفتهای فعلی الله تعالی بیشمار است که در بالا بعضی از آنها را آوردیم. اکنون میکوشیم به بعضی از آنها توضیح دهیم. تخلیق به معنای خلق کردن اشیاء است. ترزیق رزق دادن مخلوقات. انشاء پیدا کردن مخلوقات. ابداع به نمونه و به نسخه اول آفریدن مخلوقات. صنع به وجود آوردن مخلوقات. صفتهای ازلی نزد اهل سنت و الجماعت 8 تا است و مرجعی یعنی بازگشت همه صفات فعلیه به سوی تکوین یعنی هست کردن اشیاء است. صحیح آن است که این اسمهای صفات در معنا با یکدیگر نزدیکند. باید دانست که چی در عالم ملکوت و چی در عالم ارواح بغیر الله تعالی همه حادث است، یعنی همه پیدا شده است. او تعالی همه آنها را به صفت تخلیقی و فعلی و انشاء و صنع خود پیدا کرده است. البته خداوند انس و جن را و همچنین رزقشان را خلق کرد و دوست داشت که قدرت و رحمت و نعمت و حکمت خود را ظاهر سازد و خود را با صفات جلال و جمالش معرفی کند. آیت 36 سوره الذاریات دلیل این گفته هاست. با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند. بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال